شاه کلید تربیت برای بچه هامون اگه بخوام از دست نرن، شاه کلید تربیت رفاقت، با بچه هامون رفیق بشی. قبل از اینکه کسای دیگه‌ای که دلسوز نیستن، تویی که دلسوزی رفیق بشو با بچه. رفاقت که دیگه احتیاج به گفتن نداره که یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقشو نمیکوبه. رفیق برای رفیقش وقت میگذاره، برای بچه‌ش وقت میگذاره. رفیق، شما ببینید با رفیقتون پادگانی که برخورد نمی‌کنید که فقط من بگم تو باید گوش بدی. با بچه‌مون دو طرفه باشیم. میگیم آقا او بگه ما گوش بدیم. اگرم تذکری بخوایم بدیم باز با رفاقت. ممکنه بچه‌های ما گاهی موقع‌ها یه شکلی، یه تیپی، یه مدل لباسی، یه جوری بپوشن که ما خوشمون نیاد. دندون سر جیگر بگذار، کنارش قرار بگیم، مقابلش قرار نگیر. همین بچه‌هایی که گاهی موقع تیپ و قیافه ظاهری ندارن، همین جوونا گاهی موقع اون موقعی که وقت خطر و کمک به دین میشه، چه بسا جلوتر از من و شما هست. ذاتشون خوبه، یه ظاهری گاهی موقع ندارن. طرد نکن، رفیق باشی.